رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان. دید اینکه به ما مثبت اندیشی رو آموزش میده. مریم تو اون شرایط سخت بعد از به دنیا آوردن عیسی پروردگار میگه اینو بخور، اینو بنوش، ناراحت نباش. پروردگار داره انرژی مثبت میده به حضرت مریم. یعقوب فرزندانش اشتباه میکنن، میگه مایوس نباشید، ناراحت نباشید. یوسف برادرش بهش ظلم میکنن، میگه ناراحت نباشید، مشکلی نیست، بخشیدمتون. رسول الله علیه السلام تو غار گیر میکنن با ابوبکر صدیق، به ابوبکر صدیق انرژی مثبت میده، میگه ناراحت نباش، همه چیز حل میشه، خدا با ماست. خود پروردگار متعال به بندگانش که گناه کردن میگه زیاده روی کردید توی گناه، ناراحت نباشید، بیایید من میبخشمش. این کتاب منبع انرژی مثبته. اصلا انرژی مثبت دادن در شرایط سخت سنت الهی و سنت نبویه. یاد بگیریم که به اطرافیانمون انرژی مثبت بدیم، مخصوصا تو سختی ها.